در پایتخت افغانستان 20 تن مواد مخدر که در دوام یک سال گذشته در کابل و اطراف آن از قاچاقچیان مصادره شده بود، به کام آتش کشیده شد. بر پایه معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در سراسر عالم است. در شهر اسلام آباد وکیلان مردمی از حزب تحریک انصاف مخالف حکومت پاکستان میگویند آنها بعد تحریم 2 ماهه کار پارلمانت استعفای خود را در میان گذاشتند، ولی رئیس پارلمانت استعفای آنها را نپذیرفت. حزب تحریک انصاف سابق کریکت معروف عمران خان از میانه ماه اوگوست با تقاضای استعفای سروزیر این کشور نواز شریف در روبروی قرارگاه حکومت پاکستان اعتراض 2 ماهه راهاندازی کرده بود. گروه از ساکنان یکی از دهه‌های منطقه 400 پاکستان گردهمایی اعتراضی تشکیل نموده تاکید کردند که افراد به دهه آنها آمده وعده دادند بر عوض پول معین آنها را به کارهای سردرآمد پیشبری خواهند کرد. به قول دهاتیان، این افراد ناشناس ادعا می‌کردند که وظیفه‌های حل کننده ارتش و خدمات کشف را بر دوش دارند. دهاتیان اصرار می‌ورزند که به مبلغ 1.5 میلیون دلار زمین، چاروا و جواهراتشان را فروخته به این افراد تسلیم کرده اند. در شهر دنیپروپتروفسک اوکراین مراسم دفن 20 سرباز گمنام که در جنگ‌ها بر ضد جدایخواهان رو به روسیه کشته شده اند برگزار گشت. بر پایه اطلاع سازمان ملل در دوام 5 ماه جنگ در شرق اوکراین 3600 نفر به هلاکت رسیده اند. در گرجستان هوای سرد حال مردم بیخانه را وزنین کرده است. سال گذشته مقامات پایتخت گرجستان شهر تبلیسی خیمه زیاد زده 10 فرد بیخانه و در را پناهگاه داده بودند. آن زمان منصبداران وعده دادند که برای مردم بیخانه پناهگاه دائمی بنیاد خواهند کرد، ولی تا حال این وعده اجرا نشده است.